السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم قرآن بشیوی آسان در جلسه 16 همه برادر و عزیزان را خوش آمدید میگویم. امید است که روزه رخصتی بخیر سپری شده باشد. الله جل و علا شأنه و همه ما و شما توفیقات مزید عنایت فرماید و در حفظ و امان و در عافیت خود داشته باشد. این چه قسم شد؟ سورة الكافرون و معنا و مفهوم او را انشاءالله میخوانیم و در باب قواعد امر نهی از در قالب دومین از نصر ینصر انصر و در اخیر انشاءالله ما و شما نکات توجیهی و تربیتی هم می داشته باشیم او را با هم شریک می سازیم. قبل از همه سوره مبارکه را با هم می خوانیم زیرا که هم از جمله سوره های هست که عموما مسلمانان ای را در نمازها می خوانند، باید تلاوت ای را به شکل درست یاد بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولي دين ولي 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 لي لي لنا. لكم دينكم ولي دين. شما را حفظ دارین؟ شما هم دار شما بخونید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم آبدون ما أعبد. آبدون عابدون أعنى عابدون ولا أنتم آبدون نخواني شما همزة ما يخواني ولا أنتم عابدون عابدون عابد نيس عابد عابدس يا عابدس ها عابد ما بخواني عابد ها ولا أنتم شو ميقى آبدون آبدون خمانا مجميشا عابدون ها ها إن شاء ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. این دیگه اینا رو خوب میخواند. همی عابدون چیش
او را عابدون یاد گرفته. خب جزاکم الله خیرا. عزیزان گرامی، این سوره با قل شروع شده. قل مثل که قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. و ما به شما گفته بودیم که با قل در قرآن کریم یک سوره آغاز میشه یا مقطعی از آیات آغاز میشه، این به این معنا هست که یک موضوع جریان داشت و به رسول الله صلی الله علیه و سلم این هدایت از آسمان آمد که در این موضوع این چنین جواب بگوین یا این چنین هدایت برسانین یا این چنین حکم از قل. سوره مبارکه الکافرون در وقت نازل شد که اهل مکه، مشرکین مکه ایر احساس کرده بودند که اسلام در حالت توسعه و گسترش هست. در هر خانه یک نفر دو نفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورده و در خانه ها یک نوع کشمکش برپا شده. کسی که ایمان آورده وقتی که در خانه خود میره، پدر، مادر، برادرها، خواهرایشان به شرک است و به این شکل اونا وقتی که دیدن که مزاحمت در هر خانه ایجاد شده، اینها رسول الله صلی الله علیه و سلم چندین قسم پیشنهادات داشتند. بر علاوه از ظلم و ستم و مخالفتی که میکردن، عقلای اونا گفتن که این موضوع را باید از طریق به اصطلاح از طریق سیاسی و از طریق گفت و شنید و از این طریق ای را باید کنترل کنیم. چنانچه در اول اینها و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی پیشنهادات مادی داشتن، مادی بحث، و یک مجموعه و در اوقات مختلف پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و برشان پیشکش کرد که اگر شما در نتیجه امی کاری که شروع کردین خواهان کلانی و بزرگی و ریاست هستین، شما را کلان میسازیم. اگر شما میخواین که در نتیجه کارتان سرمایه‌دار شوین، ما مال اموال خود را جمع میکنیم، شما سرمایه‌دارترین ما میشین. اگر شما کدام جای ازدواج میخواهین، هر جایی که شما اشاره بکنین و مهیا میشه. و به این شکل و وزیرم گفتن اگر شما کدام تکلیف و مرض دارین و ما بگوین، شما میفهمین که اهل مکه ارتباطات دارن با مناطق بیرون، با شام، با مصر، با عراق، تجارت هست، مردم شناخت دارن، اطباء و حکیما را میشناسن. اگر کدام تکلیف، کدام جن، کدام امیطور مشکل باشه، شما را به اونجا به علاج میبریم. یعنی به هر حال تمام پیشنهادات مادی نامعقولی که اونها داشتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم به این خاطر تقدیم کردن که توسط این پیشنهادات اینها راه دعوت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بگیره. و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را بالای خود قیاس کرده بودن، چون که پیش اونا تمام معیارهای مادی بودن. چشم اونا دیگه حقایق را اصلا درک نکرده بودن. در دلشان او حقایق وحی را اونا چشمهای اونا را کور کرده بودن و قلبهای اونها از این راهنمایی بالکل بسته بودن. فلهذا اونا فکر میکردن که والله شخصم کدام تجارت را شروع کرده و بین از امی قسم چی کنیم. در اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهادات اینا را که شنیدن، یک نماینده را روان کرده بود. با او گفت که گپای تو خلاص شد. ابوالولید به نام ابوالولید، افرغت یا ابوالولید. باز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم
آیات ابتدایی سوره حامیم السجده را تلاوت کردن. بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. یا ترى در بعض روایات میں آیا کہ 13 آیات رخوان. فإن أعرضوا تابع من فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. در بعض روایت میں آیا کہ آیت رکھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان او نمائندہ مشرکین سخت زیر تاثیر آمده بود و او اینطور احساس کرد که امی فی الحال مانند عاد و ثمود ما تباه میشیم. برش گفت که بس حسبک، دست خود را به شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم که بس کفایت میکنه. و در بعض روایت آمده که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاس آیت سجده خواند در امی سوره و بی اختیار اوم سجده کرد و مشرکین که را دیدن که ایره خما من حیث نماینده روان کرده بودیم، ای خودش متاثر شد. از او طرف که آمد برشان گفت که ای خو او ابوالولید نیست او را که ما روان کرده بودیم، ای خو رنگش پریده، ای خو تغییر کرده. ای ابوالولید برش گفت که ما یک کلامی را شنیدم که ای نه سحر است نه شعر است، نه ای یک چیزی دیگری هست. مشوره ما به شما مردم ای است که ای را به حالت خود بگذارین. اگر ای کامیاب میشه و دستاوردهای داشته باشه، خب بچه ای کاکای ما است، کلش کامیابیش از آن ما است. لیکن اگر ناکام میشه و چی میشه در مقابل دیگه مردم حداقل ما خو چی میباشیم؟ بری میباشیم. گفتن که ولا سحری خطرناک سحر به تون تاثیر کرده، یہ سحر و جادوی او به تون تاثیر کرده. به هر حال زمانه میگذاشت و دعوت اسلام قلبها را تسخیر میکرد، در داخل خانه ها میرفت و روز به روز ای پیام حق و ای نور انسانا را متوجه می ساخت و جذب می کرد. اینا گفتن که ولای خو بسیار خطرناک شد، بین یک پیشنهاد دیگه بکنیم. مشوره کردن و به رسول الله صلی الله علیه و سلم این پیشنهاد را کردن خو که از چی تنازل نمی کنی یک کار دیگه می کنیم. او ای است که 1 سال ما امو خدای تو را پرستش می کنیم، 1 سال، و سال آینده بس تو خدای ما را، خدایان ما را، معبودان ما را عبادت بکن و با همین قسم جوراوند میکنیم، خیر مشکلی نیست. این سوره مبارکه نازل شد. قل یا ایها الکافرون. کشمکش را شما دیدین این وضعیت بود، این حالت قائم بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میشه، ورش گفته میشه که ای حبیب صلی الله علیه و سلم بالکل به تعبیرات مختلف بسیار به وضاحت و بسیار آشکار به این مردم اعلان کو که ممکن نیست مصلحت و جرأت کمپرومایز در مسائل، در مسئله فکر و عقیده، این ناممکن است، این ناممکن است. چنانچه بار بار امو یک سخن به تعبیرات مختلف تکرار میشه. یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. یعنی امو یک موضوع. فهمیدین؟ این سوره مبارکه نازل شد. حالا شما ببینین عزیزان گرامی، ما و شما عموما میگویم که 4 قلم اونجا در بسیار لوحای خوب زیبا نوشته می باشه. از او 4 قل یک امی قل است، قل یا ایها الکافرون. لیکن از این فلسفه ما کم مردم با خبر است که در چی سیاق
در چی قسم جو و وضعیتی سوره نازل شد و این سوره چی پیام داره؟ انسان قل یا ایها الکافرون را میخوانه و نه در قصه فکر و عقیدهش است، نه در قصه معتقدش است. هر چیز را بسیار به قیمت بسیار ارزان میفروشه، نیلام میکنه و سوره کافرون را هم میخوانه. فلهذا عزیزان گرامی این سوره مبارکه در حقیقت در جواب پیشنهادات نامعقول مادی این مشرکین نازل شده بود. پیشنهاد یعنی شما ای را ببینین وقاحت و بدبختی مشرکین که او پیغمبری که به خاطر محو شرک و کفر آمده از او میخواه که امرش در شرکیاتشان شریک شود. این چقدر بیادبی و چقدر وقاحت است. او پیغمبری که به خاطر این مبعوث شده از او میخواه که از کار خود دست بردار شود و اونا چیزی که پیشنهاد میکنه او کار بکنه. و ما شما در زندگی خود به این قسم مواقف به سطح کلان و به سطح خرد روبرو میشه. باز همونجا آزمایش یک انسان است که آیا او فکر و عقیده را در مقابل مادیات میفروشه یا یکی با امیطور استوار، امیطور پابرجا و امیطور ثابت با مو چیزی که ایمان و عقیده داره به او ثابت میمانه. او شما میبینیم و روبرو میشیم به این قسم حالات. السلام برادر عزیز محترم، ایرا عرض میکردم که این سوره مبارکه نازل شده که به ما و شما این تعلیم هست که انسان باید به مو اسلامی که او را قبول کرده به او ثابت بمانه. امی معنی استقامت است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخص آمد و گفت که یا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا غیرک. یک سخن را به ما بگو که دیگه به هیچ چیز ضرورت نباشه که از کسی دیگه پرسان کنیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و فرمود قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله بگو و باز به این استقامت بورز. یعنی سوال چقدر بسیار وسیع و بسیار چی و جواب شما ببینید و امی موضوع هست. کسی که به معتقد و فکر و به ایمان به الله جل و علا شانه ثابت بمانه، بس امی یک چیز کفایت میکنه، امی استقامت. و در این سوره امی درس داده شده که استقامت که در این مجال هیچ نوع مصلحت انسان در نظر نگیره، کمپرومایز و جورآمد و چی. عزیزان گرامی در مورد فضیلت سوره مبارکه بعضی از احادیث آمده. در بعضی احادیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سنت های صبح و سنت های شام در رکعت اول ای سوره را میخوان. همچنان آمده که 2 رکعت بعد از طواف هم ای سوره خواندن مسنون است. در وتر یعنی در بعضی روایات آمده که در رکعت دوم ای سوره خواندن سنت هست و ای به کثرت کی خوانده میشه در نمازها، در سنت ها، در صبح و در شام. حال انسان میفهمه که در چی هدف است. این است که صبح و شامی موضوع به انسان چی شوه؟ یاد دهانی شوه که تو در این دنیا در این کشمکش قرار داری، احتیاط کو که پایت چی نشوه، نلر. احتیاط کو که بخاطر بعض مصالح دنیاوی، بعض منافع مادی از اصل تنازل نکنی. احتیاط کو. ای بار بار که خوانده میشه به این خاطر است. فهمیدین؟ و
همچنان در حدیث شریف آمده که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک بار بعضی از صحابه فرمود وقتی که شما و بستر خوابتان میرین و این سوره را بخوانین همراه دیگه اذکار شما را از شرک براءت میدهد، یعنی شما از شرک در امان میباشین. یعنی معوذات را که ما و شما میخوانیم و بعد از این سوره هم بخوانیم. آیت الکرسی خوانده میشه، در تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و آله معوذات خوانده میشه. یعنی موضوع بسیار زیاد مهم است. خطرناکترین مرض از او انسان در امان میباشه. خو یک دقیقه هم نمیگیره، اما مجودم که بخوانین یک دقیقه را نمیگیره. عزیزان گرامی، ای مختصر پس منظر نزول ای سوره مبارکه بود. من بعد که ما شما میخوانیم این را در ذهن خود داشته باشیم. باز معنی و مفهوم ای کلمات و ای جملاتی که در سوره هست این را باز ما شما میفهمیم. به این نمیشه که 4 قل را آویزان کنیم اونجا و 4 قل اونجا کسی دیگه قاری سب بخوانه. ما شما بخوانیم و فهمیده بخوانیم، چی پیام است او را بخوانیم، فهمیدی؟ و این پیام را به دیگران هم برسانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون. قل را ترجمه کنین. یا ایها را ما شما خواندیم. الکافرون ای کافران. اینجا شما میبینین که الکافرون ای اسم است یا فعل است یا حرف است؟ دی کدام علامت است؟ و دیگه واو. واو خدا یعلمون است، یعنی اگر دا یعلمون واو هست لیکن اون جیام هست نه، و علامت فعل است. و اینجا شما میگه که الف لام است. الف لام خب فعل نمیایی، از علامات اسم است. زیاد خود را گنگس نگیرین، یعنی مو قواعد را که یاد گرفتین و به ذهن شما باید باشه. فهمیدین؟ بعضی مردم گنگس ها موجود است که نه در این صنف نیست، انشاءالله بیرون است. موضوع است عزیزان گرامی که این آیات را او وقتم که مشرکین شنیده بودن و عالم سیخپا شدن و عالم مستشرقین ای دشمنان اسلام میگوین که ای چی قسم قرآن است که ای خب ما دو میزنه، مرا کافر گفته. بسیاری از مستشرقین یک اعتراضی که به قرآن کریم کرده ای است که در این قرآن کریم بعضی چیز است که خود سب و شتم است. چی است او برادر؟ میگه کافر گفتم، اما کافر گفتم. فهمیدی؟ این موضوع یک خو ای است عزیزان گرامی که کافر معنی کافر انکار کننده. فهمیدین؟ مطلقا معنی مطلق انکار کننده او را کافر گفته میشه. هر آن شخصی که حقیقت یک چیز را بفهمه و باز بگویه که را قبول ندارم، این کافر است. به این معنی به مسلمانم کافر گفته شده. به شما گفتیم او روز قصه کردیم نه، او یک اندیوال ما بود که در مدرسه که داخله گرفتیم به روز اول و شیخ ما گفت که یک کافر اینجا بیاد. میگه ما بسیار خفه شدیم. میگه بر ما گفتیم که عزیزم یک کافر به طاغوت به تو گفتیم. و من یکفر بالطاغوت فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. به این معنی که ما طاغوت را میشناسیم و بعد از او انکار میکنیم و یک شرط ایمان است که از تمام طواغیت چی شوه؟ انکار شوه. فلهذا ای شیاطین انسی که ای قسم سیخپا شدن و قار شدن او غیر حقی گپا گفتن. یعنی یک خویی است که در تمامی قرآن کریم امی یگانه جای است که ای خطاب به کفار شده. ای قسم دیگه یا ایها الذین خطاب به اونا شده، یا ایها الناس شده. لیکن اینجا
شما میبینین که او چی کار نکردن. از رسول خاتم صلی الله علیه و سلم، سید ولد آدم، اعظم انسان بر روی زمین، از او میخواه که به شرک بکو. این بیادبی رو شما ببینید، خود چیزی که کرده او را بیادبی نمیگوین، به خود این اجازه‌ای که دادن که این قدر جسارت بزرگ و عظیم را مرتکب شون، خو هیچ گپی نیست. لیکن به این گپ اینا چی شده؟ اینا از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن، به این حد گپ رسید. این دیگه موضوعات خوشی که به او صاحب دعوت و صاحب رسالت را میگوید که شما بین 1 سال امی بوتای ما را پرستش بکنید. یعنی خود طبیعی است، بس جواب باید امی قسم باشد. این خود خفیفترین جواب است. قل یا ایها الکافرون، یا کافرون به این معنی که شما صحیح حقیقت را شناختین. این 5-6-7 سال مسلسل امی بیان میشد در مکه مکرمه. شما این گپ را شناختین که الله رب العالمین وحده لا شریک است، نه در ذات، نه در صفات، نه در حقوق و نه در اختیارات. هیچ کس و هیچ چیز را شریک نداره. این را فهمیدین و بعد از این فهمیدن شما او را انکار میکنین، او را نمیپذیرین، بلکه بالعکس از ما میخواین که از معبودان شما را قبول کنین. فهمیدین؟ این در این سیاق اصلا نازل شده. فهمیدین؟ قل یا ایها الکافرون، یعنی الله رب العالمین به این خاطر به اونا ایرا فهمید. یعنی قضیه معتقد و فکر هست. انسان خو همون انسان است، امی 2 دست و 1 سر و 2 چشم و 2 پای. هر کافر تغییر چی میاره؟ د انسان تغییر چی چیز باعث است که تغییر میاره؟ امی کلمه توحید است، امی شهادتین هست، امی تغییر میاره. و اینا از رسول الله صلی الله علیه و سلم ایرا خواستن. با این خاطر الله رب العالمین سر اینا خشم است، قهر است، غضب هست و بر رسول خود می فرمایه که به این کافرها بگوین که این اعلان بکنین لا اعبد ما تعبدون. شما خو مرا دعوت می، لیکن این ممکن نیست. لا اعبد ما تعبدون. فلهذا این دشنام نیست، اونا غیر حق ایرا دو دشنام تلقی کردن. حقیقت است که الله رب العالمین اینجا ایرا ذکر کرده. عزیزان گرامی، اینجا شما فقط پا و میم را میبینین. این مشکلی همی کامپیوتر است که خط را چی کرده. موضوعی است اینجا که ذکر شده که 124,000 انسانای بسیار مخلص، دلسوز، با عقل، با تدبیر، با هوش. شما میفهمین هر پیغمبر در قوم خود اعقل الناس می باشه، عاقل ترین می باشه. هر پیغمبر در قوم خود و در وقت خود افضل انسان می باشه. فهمیدین؟ لیکن این قافله بزرگ انبیاء، این قافله مبارک 124,000 پیغمبر کم و بیش آمده و شما دیدین که چقدر با مخالفت ها روبرو شدن. یعنی به این حد که انبیاء شهید شدن، قتل شدن و به خصوصا تاریخ امی ظالمه، امی یهود از این پر است. اصل قضیه چی است از این مخالفت؟ اصل موضوع مخالفت کفار با انبیاء و فی الحال کفار موجود به دین چی مشکل دارن؟ عزیزان گرامی، ما این گپ را به شما بگویم و سم سی را بفهمین. مشکل اونا این است که شما مسجد جور میکنین و شما نماز میخوانین. 5 بار میخوانین و اونا میگه 50 بار خوانده برو. دیما برای شما کار نداریم. اونا چیزی را که اونا با اصطلاح چالش میکنن، چیزی که اونا را با مخالفت وادار کرده، او ای است
که اولا مصالح اونا تهدید میشه. خو هر پیغمبر که آمده و اعلان کرده که ما نماینده الله رب العالمین هستیم و ما را روان کرده که نظام او را چی کنیم؟ تطبیق کنیم و حاکم بسازیم. خو اینا گفتن خو که او نظام که بیایه ما خو باز هیچ چیز هستیم، ما خو باز هیچ چیز نشدیم. ای دکان که داشتیم، ای تجارت که داشتیم، ای قدر روابط که داریم، اقتصادیات هست، معاشیات هست، ای خو کل چی میشه؟ ای از بین میره. فهمیدین؟ این موضوع عزیزان گرامی، اهل مکه از این میترسیدن که اگر اینجا شخص بیایا این روابط گسترده ما که به شام داریم، به عراق داریم، به مصر میریم، به یمن و به اطراف قوافل میایا میره، تجارت است، چی خو کلش از دست ما میره. فهمیدین؟ اصل قضیه چی هست؟ با همی خاطر شما اگر متوجه شده باشین تعبیر قرآن کریم عموما امیست قال الملأ، ملأ اشراف، طبقه اشرافیه که خود را از دیگران کلان میدانه، خود را آقا میدانه، مالک میدانه، خود را مخدوم میدانه، دیگران را خادم میدانه. یا عجیب ای است تعبیر قرآن کریم وقتی که موسی علیه السلام حکومت و سلطنت فرعون را چالش کرد و به چالش کشان و برشان گفت که شما چرا این مردم را غلام و برده خود ساختید؟ ارسل معی بنی اسرائیل. و فرعون دید که شخص خو بالکل حکومت ما را چی کرده؟ به چالش کشانده. کل کارا را کرد خو در اخیر یکی مردم رو به او طرف حقانیت موسی علیه السلام را میشناخت، استا استا و به او طرف گرایش پیدا کرد. فرعون یک روز میگویا وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. شما به ما اجازه دهید که ما موسی را قتل کنیم. چرا؟ دلیل چی میگوید؟ میگه ما از این میترسیم که این دین شما را تبدیل میکنه. این خودش بسیار دیندار بود. موسی علیه السلام به نظر او یعنی به بیدینی دعوت میداد. ما را اجازه دهید که ما را قتل کنیم. ما از این میترسیم که یظهر فی الارض الفساد، این بروی زمین چی میکنه؟ خودش خو بسیار صالح و نیک بود، از موسی علیه السلام میترسید که فساد برپا میکنه. این در طول زمان عزیزان گرامی این منطق طواغیت است. این منطق و استدلال طواغیت امی است. عالم امی است. این ترامپ که آمده فقط امی منطق داره، منطق زورگویی. میکشیم، محو میکنیم، اتم استعمال میکنیم. این منطق است. منطق خوی است که دلیلت بگو و دلیل را بشنو. منطق خوی است. به ما اجازه دهید که ما ان اقتل موسی. چرا؟ انی اخاف ان یبدل دینکم. خو دین شما را تبدیل میکنه. از دین عام مردم امی دینداری و نماز و ایرا چی می، لیکن منظوری وی بود که حکومت ما را چپا میکنه. فهمیدین؟ حکومت ما را چپا میکنه. اینجایی که ما هستیم فردا ما نمی باشه. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که به مشرکین فرمود شما یک کلمه را امرای ما قبول کنین تدین لکم بها العرب تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم. یہ کل عرب زیر تسلط شما می آیا و یہ عجم کسی که دین را قبول نکنه او به شما مجبور است که جزیه بپردازن. این کلانه قریش گفتن یک کلمه کار میکنه. رسول الله صلی الله علیه و فرمود بله.
گفت خو اگر تو راست دا کلمه را خو میخوانیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که قولوا لا اله الا الله. ایره که شنیدن اونا ایره میفهمید که لا اله الا الله ما و شما خو گنگس هستیم نمیفهمید. اونا میفهمید که لا اله الا الله چی معنی. و ابو لهب برش گفت که الهذا جمعتنا تبا لك، به این خاطر ما را جمع کرده بودی. او فهمیده بود که لا اله الا الله را که گفتیم این سرداری و چی ما و ملک و پاچایی ما از بین میره. خو اله خو است، این خو به مردم فریب میتیم. ما خودش میفهمیدی که ما به مردم فریب میتیم. فهمیدین؟ فلهذا عزیزان گرامی در طول تاریخ طواغیت امی کار را کرده، مسلمان نماها از اسلام استفاده کردن. در این کشور ما شما دیدیم کامی که به سرمایه بعضی مردم خطر میشد، گویا مردم یا افغانا اسلام سخت در خطر است، متوجه باشین. در خطر چی می بود؟ زمینش می بود. در خطر همون تجارتش می بود. او زمین و تجارت خود را اسلام می نامید. امی قسم است در طول تاریخ امی بود. قرآن کریم خو این مفاهیم را می رساند و از هیچ کس باکم نداره. ما اگر بگویم ما ممکن است ترس و از چی و چی بعضی گپ، و قرآن کریم خو امی قسم کتاب احکمت آیاته، کتابی است که آیاتی محکم است. یک معنی احکام ای است عزیزان گرامی که زیر تاثیر هیچ کس نمی آید. نه از کدام امپراتور می ترسه و نه از کدام ملک می ترسه و نه چیزی که است مورا می گوید. فهمیدین؟ به این خاطر همیشه به اشکال مختلف این شیاطین انسی کوشش کرده که کسی به این کتاب نزدیک نشود. به این کتاب که نزدیک شد یه از حقایق آگاه میشه. ایره حر و آزاد هر قوم هر امت که به این کتاب چی شد یک جا شد، به این خاطر این طرف و طرف گپا را میگوید و مردم را مصروف ساخته. فهمیدین؟ این قضیه عزیزان گرامی. فلهذا ما ایره میگفتیم که مشکل واقعی کافران چی هست؟ در قصه مردم نیستن، در قصه شکمهای خود، در قصه تجارتهای خود، در او روابط و تعلقات اقتصادی و مسائل و امکانات خود را در خطر میبینه، منافع شخصی خود. لیکن کل چیزا را چی میکنه؟ به عنوان بهانه که مردم را فریب بده و به خود چی قائم کرده باشه. امی موضوع است. این ما به این خاطر بیان کردیم در ضمن سوره الکافرون که امی و کافرون اینطور با مو بوتان خود و خدر امی بوتای خود را نخوام با شما قصه نکردیم، خدای خود را میخوردن. اگر این قدر با چی می بود خدا کسی میخوره. وقت یک فریب بود، فریب میدانن مردم. این قضیه هست. مشکل انکار و منکر چی هست؟ و منافع شخصی خود را، مصالح خود را، کسی به سطح کمی کلان است و کسی به سطح خرد است. کل عراق تباہ و برباد شوه خو به امریکا تیلش باید برسه. لیبیا تباہ و برباد شوه هیچ مشکل نیست. و کلی کشورهای اسلامی اینجا نامده بود 20 سال اینا چی کردن؟ بسیار خیرخواه مردم بودن. چی خیرخواهی داشتن به مردم؟ عزیزان گرامی به امی خاطر است که اونا مشکل را چیم و باز جاهلیت قرن 21 و بسیار پیشرفته تر است از جاهلیت قرن اول. فهمیدی؟ چل، فریب، نیرنگ، انداختن مسلمانان یک به دیگه و کشتن یک دیگه، کل که او قرار ششتن. امروز ما یعنی عجیب، یعنی در ریاض یک کنسرت روان است، شما دیدین تصویر کعبه را جور کردن. چلتارم است و ملایم است، فتوام است، ارچ نه با اسلام ضرره و کموچی را از امریکا تلبیستن. و چی نام داره بدبخت؟ جنیفر. خب یعنی ایره شما بی خو این چی هدف است
که در امو مرکز فحش که ایجاد کرده در او تصویر خانه کعبه را بیاره. ما حیران هستیم او مولای سعودی و مرده او را نمیفهمه. ما که اینجا یک انسان گنگسی را میفهمیم که کعبه ای حرام ای چی ای بیعزتی او نمیفهمه. خوب سی میفهمه. علت چی است که نمیگوید؟ بس همی هست. یعنی بسیار قابل تعجب است. زیر نام اسلام و چقدر مسلمان را بین خود انداختن، به نام این و آن و تو را فلادین میکنی و تو نمیکنی و تو دست کجا. اینجا مردم به گپای اونا یک دیگر را کشتن و اینجا خب پراندن است. نه میگه پراندیم، بسیار پراندی. چرا پراندی و برادری تا پراندی؟ میگه سبی دست ای طوری طور میکنه. خو را بفهمن، اگر ذهن تو سینی زور بفهمن میکشی و این نمیکنه و یک به خاطر میکشه یک به او خاطر و پایینش هم میگوید لا اله الا الله، بالاش میگوید بسم الله البش بذبح شرعی، بذبح شرعی ذبح میکنه. یعنی انسان عقل نداره. کجا رفته ای عقل؟ ای طور کارایی نیست که ناقابل فهم است. و باز نامه و این و ما مشرقی هستیم و این مغربی است و این جنوبی است. این از کجا آمده؟ این را به تو کی درس داده؟ فقط شیطان درس داده. شیطان، زیرا که او فلسفه شیطان ای بود. به جناب آدم علیه السلام پدرجان ما و شما که سجده نکرده بود، فلسفه او ای بود که انا خیر منه، ما ازی بهتر هستیم. شما به ما بگوی امی قومیت، قومگرایی و سمتگرایی و حزبگرایی بجز از این چیز دیگری هست؟ او میگه ما از اونا بهتر هستیم. عنصر ما سبب می زبان ما. تو چی کاره؟ تو زبان خودت پیدا کردی، به تو خوی داده شده. کمال تو خویی است که از خود نشان بدی. اگر یک کسی او طرف کوه پیدا شود و یک کسی ای طرف کوه، او دی او چی فضیلت داره؟ به ما بگوید. خو الله رب العالمین خواسته که او طرف بحر پیدا شود و ای طرف. این کدام وسیله فضیلت شده میتونه؟ و شما نمیفهمین که نصف مردم فی الحال در امی مبتلا هست. نصف مردم مبتلا هست و مسلمانیش هم هست. او خراب نمیشه او هیچ گپی نیست. یہ عجیب گپا هست اجزانی گرامی. مصالح فقط. انکار منکرین. قال الملأ الذين استكبروا من قوم امی قال الملأ وقال الملأ امی گفته که چی هست و قبول نداریم و پیغمبر بسیار با دلسوزی میگفت که ما لكم من اله غیره اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. این خود زودگذر است می جای. چقدر عمر انسان دار و فردا روز از عذاب عظیم، از روزی که بسیار عظیم است، از عذاب او سر شما می ترسیم. ای عزیزان گرامی، ای سوره را ما چطور در زندگی خود بیاریم؟ امی برنامه 5 نکاتی. اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. این انسان ببینه. بس با امی و هر آیه قرآنی که میخوانیم امی دا چی 5 نکاتی. اونجا تعبدون است و اونجا اعبد و افعالو کی را شما یاد گرفتین اچی نیست. عزیزان گرامی، عبادت را ما به شما گفته بودیم که 3 معنا را داره خود کلمه عبادت. اول، به محبت قلبی پرستش یک کسی یک ذات. انسان وقتی که قلبا میلان داشته باشه به یک ذاتی که او را عظیم میدانه، او را مؤثر میدانه، به او مراسم عبودیت را پیش میکنه، از او میطلبه، زیرا که به او عقیده داره که کار ما را جور میکنه، از او میخواه، درخواست میکنه، سر خود را پیش او خم میکنه. ایمان یک. معنی دوم، اطاعت و فرمانبرداری. اگر کسی بگوید که عبادت الله رب العالمین را میکنیم خو اطاعت را نمیکنه،
او میگوید قم استاد شو و میگوید که نه صاحب اهل سجده میکنیم. او برش میگوید استاد شو، میگه صاحب بسیار خوشم میاد که چی بکنیم. و شاعر میگوید که این نادانها در وقت قیام به سجده رفتن. وقت قیام میآید و برادر وقتی که میگوید استاد شو استاد شو، وقتی که میگوید سجده کو وقت سجده کو، وقتی که میگوید که قربانی حیوان را ذبح کو، وقتی که میگوید که خود را آماده باش به ذبح خودشم، میگه صاحب نه صاحب این کار سخت است. کارای آسان اگر باشه شیر پراٹھا دوپیزا امی قسم آماده هستیم صاحب، لیکن این کارای سخت یه از ما نمیشه صاحب. خو عبادت خو معنیش اطاعت و فرمانبرداری است. این به این خاطر میگویم که بسیار ساده هست. در وقت انسان اجی صاحب خوب میبینه که حرام است، سود است، و میگوید که حالی 1 میلیون دلار منفعت است، چطوری را از دست بدیم؟ خو امی خو اطاعت است. امی چی هست؟ اطاعت امی است که 100 میلیون است یا 200 میلیون دلار است، خلاص که امر است. order is order. خو سومین معنای عبادت که است عزیزان گرامی غلامی و بندگی. غلام عزیزان گرامی در زمانه قبل از اسلام، در زمانه جاهلیت بالکل مانند گاو و گوسفند از خود هیچ اراده نداشت. چیزی که آقا و مالکش میگفت امی قسم میگه. لیکن اگر یک کسی بگوید که عبد الله هستیم، عبدالله هستیم، خو صاحب این از ما نمیشه که همیشه و در روز 1 ساعت 2 ساعت از این دیگه خو ما خو آزادی و حریت فهمیدی. ایرا اسلام قبول نداره. اسلام ایرا برات میگوید که اگر او قلاده غلامی در گردن انداختی، از صدها و هزارها غلامی ها آزاد میشی. فقط غلام یک ذات باش دیگه از کل غلامی ها نجات پیدا میکنی. فهمیدی؟ یک سجده ای که تو را از صدها و هزارها سجده ها نجات میده. باز غلام که از چوایس نداشت انتخاب کی کارا میکنیم و ایرا نمیکنیم، یہ اصلا نبود. اهل د عبادت ما و شما وقتی که میگوییم که عابد هستیم، آیا این چیزا متحقق است یا نیست؟ پرستش با کمال محبت، این طور نه که ولا انگیزه نیست مرا به زور آوردن، با کمال محبت. فهمیدی؟ دوم اطاعت و فرمانبرداری، سوم غلامی و بندگی. این در عبادت 3 چیز شامل هست. اگر شما یک پسر داشته باشه و با شما بگوید که تو محبت داریم صاحب، این داریم و او داریم، او بگوید که برین یک به همسایه یک چیز است ایره ببرین، او بگوید که امی مرا دیدی دیگر چرا نمیگوید؟ پدر تو را بسیار دوست داریم صاحب، یک قدر دوست داریم، به خاطر پول کندن. فهمیدی؟ مکتب میریم و فلان میریم و او امر که میکنه امی مرا میگوی، او پدر خو میفهمه که بسیار چالاک است، امی فریب میده، اصل به دروغ میگوی. پدر که میفهمه الله رب العالمین نمیفهمه، هم میفهمه که اطاعت را فرمانبرداری را قبول نداره صاحب، همیطور صاحب دست به سینه استاد است، دست به سینه استاد است و اوجا برو میگه صاحب شرف کرده نمیتونیم صاحب، او کارو صاحب نیست صاحب. همیطور آداب را تقدیم میکنه، آداب را تقدیم کو. خو اطاعت امی معنی عبادت است. فلهذا با امی 3 مفهوم فقط الله رب العالمین وحده لا شریک له معبود است. فهمیدین؟ هیچ کس و هیچ چیز کائنا من کان او مستحقی عبادت نیست که سر پیش کدام انسان، کدام درخت، کدام چی ای خم شود. فهمیدی؟ و باز انسان قلاده غلامی در گلونش از یک کسی دیگه بندازه.
دیگه کی پول میتا. فهمیدی؟ و در مقابل فرمان الله رب العالمین فرمانبردار کسی دیگه باشه. اگر بود بس عبادت خود را یک بار مراجعه کنه. لا اعبد ما تعبدون. لا ترجمه کنین. اعبد ما تعبدون عبادت میکنین. ای به ای معنی سجدان گرامی. لا اعبد ما تعبدون. ای یعنی همی فی الحال شما چیزایی که عبادت میکنین ما ای را عبادت نمیکنیم و به ای آمده نیستیم و ای پیشنهاد شما را رد و مسترد میکنیم. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم ترجمه کنین. ولا انتم یک ترجمه. و لا انتم. انتم چی اشاره سیره بکن. ولا انتم عابدون. ایرا عابدون نخوانین خو. عابدون. عابدون. عابدون ای اسم است یا فعل است یا حرف است؟ آفرین. اختلف العلماء. اسم چرا است؟ و نون آمده. و فعل چرا است؟ فعل و نون آمده. و برادر با و نونی که فعل می به شما گفته بودیم که در ابتدایش یا می باشه یا تا می باشه یا ا می باشه و یا نون می باشه. کجا داره؟ نداره. لحاظا اسم است. و جمع است. عابدون. عابدون جمع عابدن است یا عابدن است یا عابدون؟ و عابدین. عابدن و عابدن. و نه شما عبادت کنندگان هستین. ما اعبدو. اعبدو آن چیزی آن ذات را که ما پرستش میکنیم. ولا انتم عابدون ما اعبد. ترجمه کنین. عابدون ای فاعل می آید. عابدون عابدون. ای با اشاره خاص داره به شما انشاءالله تفصیلش در درسای بعدی می آید. و نه شما عبادت کنندگان هستین. ما اعبدو. آفرین. ای امو. ولا انتم عابدون ما اعبد. یک قضیه که بار بار امی موضوع تکرار میشه به این معنی که کسی دایی شک و شبهه نباشه که عبادت الله رب العالمین به آلودگی های شرک قابل قبول است. قطعا نیست. اونا می گفتن که یک سال خدای تو را عبادت میکنیم و بعد سال آینده یعنی به عبادت به این آلودگی ها و به این شرک و پیش الله رب العالمین قابل قبول. فرمود انا اغنى الشركاء عن الشرك. این عبادتی که دو کسی دیگه سهیم باشه از او ما غنی هستیم بینیاز هستیم. فهمیدین؟ ولا انتم عابدون ما اعبد. اینا که می گفتن که یعنی تصور دین و عبادت پیش اونا ای بود که می چلا انسان هندوم باشه سکم باشه فردا مسلمانم باشه پس فردا باز یهودی شو خیرت است. کل ادیان یکی هست. مثل که در امارات بیت چی جور شده؟ بیت ابراهیمی. و ابراهیم علیه السلام که در قرآن در موردش میآید که حنیف بود یکسو بود. چطور اینا جور کرده که اونجا یهودیت، نصرانیت، بودیزم، سیخیزم کلی چیزا میچلا و اسلام مسلمان هم اونجا میچلا. یعنی ای و شما میفهمید که کشور اسلامی جور شده به نام امارات. ای به ای خاطر است تا که تصور دین در اذهان همینطور مغشوش شود. یا انسان است دیگه مسلمانم شده میتانه سکم شده میتانه. و از همی بود که ما شما جوانا را میدیدیم
که هویت او فهمیده نمیشد. این قدر دستبنده و امیجا چیزا اویزان میکد و در و مسلمان و بچه مسلمان، یعنی را ما نمیگویم، لیکن از زمین تهذیب متاثر شده بود، همین تهذیب هندوانه. فهمیدی؟ مسلمان خود هویت داره. متاسفانه که اینجا جوانای هویت خود را از دست میدهند، به خاطر که این قسم مراکز را که میبینه که یک ملغوبه هست، از میگه که اسلام است میچله. یعنی افراط و این تفرید انسان اصلا ای را نمیفهم که از کجا آمده. یا این قدر افراط که او میگوید ما مسلمان هستیم، میگوید نه تو صحیح مسلمان نیستی. یا بوحد، یا بیحد تفرید که شراب ما سر خیر خیریت است، مجالس فحش ما است و به اسلامش هیچ چیم نمیرسه، نصیبم نمیرسه. این افراط و تفرید این مسلمانان وقتی که از در این مشکل مبتلا شدن، این مشکلات آمده. قرآن کریم خوب شما فرموده بود و کذالک جعلناکم امة وسطا، به این خاطر امت وسط هستین لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. عزیزان گرامی این معنی را داره که نه در قدیمی که معبودان شما بود نه او را قبول داریم، نه حالا الحال و نه آینده که معبودان شما تقدیم میکنین که ما به او چی شویم. این به امی تعبیرات مختلف امو یک چی تکرار شده. ولا انا عابد ما عبدتم ترجمه کنین ولا انا اشاره کنین ولا انا ما آن چیزی که عبدتم اشاره کنین به عبدتم. این بالا خود تعبدون سی عبدتم ای چی است؟ عبدت تو ای است. این قدر زود فراموش کردیم. و او چی است؟ عبده. او چی بود؟ و چی است؟ و ای عبدتم شما عبادت کردین. فهمیدین؟ ولا انتم عابدون ما اعبد. ای پیش تیر شد، یعنی به ای خاطر معبودان باطل شما در قدیم و در جدید و در آینده این مردود است، ناقابل قبول هست. خب لکم ترجمه کنین به اشاره. وی چی است؟ ای لهم است و ای لکم. چی معنی؟ برای شما. دینکم ترجمه کنین، اشارم بکنین. یه شما خوانده و لیه، یه لی نخوانین. خوب بعضی مردم ولیه میخوانن. ول این لام که زبر داره، ولیه نیست ولیه. یکی زود زود یاد گرفته و ایره ولیه دین میخوانه. ولیه چی معنی؟ دینی. این زیر را که شما میبینین این معنی را داره که اینجا یک یام موجود است. دینی این زیر اشاره به ویا است. دینی چی معنی؟ و دیننا دینهم. اینجا است دینی و برای ما، برای من دین من. عزیزان گرامی در اینجا یک دو سه نقطه است به شما خدمت شما عرض کنیم. اولین نقطه ای است که بعضی از مردم متاسفانه این ما خودم شنیدم، به این خاطر با شما میگم. یک شاگرد مکتب یک روز ما یک جای امام بودیم، آمده گفت که این دعوت و تبلیغ چرا میکنی؟ خو منسوخ شده. در این آیات میگه استاد ما در مکتب گفته که به این آیات لکم دینکم ولی دین معنی است که او به دین خود باشه و ما. این تبلیغ از کجا آمده؟ دعوت الی الله و دعوت الی الرسول. یک شبهه در یعنی
در معارف که باشه و استاز گنگس به این نظر باشه، از او شاگرد چی یاد میگیره؟ یکی موضوع دوم ای است که از این معلوم میشه که ادیان یکی نیست و تمام ادیان بر حق نیستن. این مرکز ابراهیمی که کشیدن که کل کسی که دیندار است او بر حق است، دروغ است. و من یبتغی فلن یقبل، قرآن خویی را میگوید، قرآن خویی را فرموده این الدین عند الله الاسلام. تو چطور میگویی که نصرانیت و یهودیت هم صحیح است؟ از کجا میگویی؟ از کجا؟ این ظلم است که بعضی مردم میکنه و به خاطر چند تنگی ظلم و این ناروا را میکنه. اصلا موضوع ای بود عزیزان گرامی که ما ای را گفتم که به نزول آیت دعوت الی الاسلام منسوخ نشده. این صورت مکی هست و بس شما دیدین که نبی کریم صلی الله علیه و سلم همواره تا که زنده بود پیام قرآن را میرسند، پیامی برای دین به طرف به سوی دین دعوت میداد. اگر منسوخ می بود چرا کارا میکرد؟ او خوب میفهمید، تو میفهمی. موضوع دیگه یه عزیزان گرامی که شما ببینین که این که چرا اینجا آمده که لکم دینکم ولی دین، این به این معنی نیست که تعلیمات اسلام رضایت خود را اعلان کرده به دیگر ادیان، بلکه این در سیاق او پیشنهادی که اونا کردن در سیاق او نازل شده. مثل که شما برای که شما به کسی دعوت بتین به اسلام، او همواره اصرار داره که شما را به طرف کفر و یهودیت و بیدینی دعوت بده. تو در اخیر برش میگوی که برو برادر، اگر به او قانع استی برو تو کار خدا بکو. فهمیدی؟ این در این سیاق آمده، این در این سیاق نامده که تبلیغ الی الاسلام منسوخ شده. این در مقابل این کمپرومایز و پیشنهادات و مصلحتی که اونا پیش کرده بودن که یک سال ما معبود تو را پرستش میکنیم و یک سال آینده باز تو معبودان مرا پرستش بکو. در اخیری نازل شد که لکم دینکم، اگر شما گپ مرا قبول ندارین، با وصف تمام توضیح و بیان شما آمدی پذیرش اسلام نیستین، بریتان کارتان بکنین، لکم دینکم ولی. ایمان را دار. فهمیدین؟ از این اگر کسی بفهمه که تبلیغ الی الاسلام منسوخ شده، قطعا نارواه است، فهم و نادرست است. و ای که ما به شما پیش گفتیم که ادیان یکسان نیست. اول خو ادیان سماوی که هست، در ادیان سماوی که اونا اهل کتاب بودن، وحی آمده بودن، لیکن او اصلا مکمل تحریف شده. هیچ چیز از امو دین اسمانی اونجا نمانده، فلهذا او اصلا قابل قبول نیست و قابلیت نجات را هم نداره. موسی علیه السلام در موردشان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده بود لو کان اخی موسی حیا لما وسعه الا اتباعی. اگر برادر ما موسی علیه السلام زنده می بود بجز از اتباع ما راه دیگری نداشت. این جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود. و جناب عیسی علیه السلام در آخر الزمان که نزول میکنه و حکمت عدل را قائم میکنه، من حیث امتی محمد صلی الله علیه و سلم کار میکنه، نه من حیث یک شریعت و یک نظام جدید. یک موضوع و موضوع دیگه در روشنی آیات ما به شما گفتیم که بدون از اسلام هیچ راه نجات نیست، هیچ راه نجات نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
لکم دینکم ولی دین. टी पी आई را تکرار کنین. این درس امروز که است امر و نهی است. امر چی را میگوین؟ و نهی منع کردن. اشاره امر چی قسم بود؟ دست خود به چوکی نزنید. و بر جمع و نهی و جمع. ماشاءالله. این را ما به شما گفته بودیم اینجا زیر است، اینجا زیر است و اینجا هم زیر است. چرا؟ و اینجا پیش است. علامت عین چی است؟ عین نگو، عین. آپریشن ضرورت داری، آپریشن گلون. یعنی اینجا چرا زیر آمده؟ نه، زیر کجا می آیا؟ تا و اینجا را و اینجا یعنی عین در مقابل عین کلمه حرفی که واقع شوه اگر او زبر یا زیر داشته باشه ی همزه امر او زیر میگیره و اگر او پیش داشته باشه پیش رازی شابسی. ماشاءالله. این رو شما میفهمین. فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب. این ابواب کثیر الاستعمال که هست امی هست و ما شما گفته بودیم مثلا از انصر از نصر ینصر اول مازیش بگوین نصر. امر آفرین ماشاءالله. استاد محترم، برادرای عزیز، در نکات تربیتی امروز ای آیت کریمه هست و زیر این عنوان که تمنای صدقه کردن بعد از وفات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأنفقوا انفقوا در دوره بعدی چی میشه؟ چون که ثلاثی نیستی چی که هست افعال غیر ثلاثی است انشالله دوره خوانده میشه. لیکن انفقوا شما میفهمین و انفقوا مصرف کنین من ما انچه رزقناكم. رزق يرزق. رزقت رزقناكم وقري تربكم رزقنا هو اینجا است رزقنا که ما روزی دادیم به شما. من چی معنی؟ قبل خو قبل از پیش از ان این که ما شما گفته بودیم ان امو ان است. یأتی اتا یأتی اما دی آیت احدکم به یکی از شما اگر اینطور بکنیم احدهم الموت مرگ یعنی پیش از این که به سراغ یکی شما مرگ برسه شما از امو رزق و روزی مصرف بکنین. وی که بیایا فیقول بگوید او وقت ربی هست. رب یعنی یا موجوده ای رب من. لولا ای بسان میا لو مانا اگر لا
اخرتنی، لولا جدا هست، خب یک جای هست، لو و لا اردو یک جای هست. بله اخرتنی، و اگر اینطور بکنیم اخرت نه، الى اجل قریب یعنی نزدیک، یعنی کم مهلت دیگه چرا مرا ندادی؟ فاصدق، تاکه ما صدقه می کردیم، و اکن و می شدیم من الصالحین، نیکوکارا. عزیزان گرامی علما می فرمایند یک چیزی که متصل بعد از مرگ به انسان نشان داده میشه و چی میبینه، یعنی از این آیت، از فحوای آیت فهمیدن، او ایست وقتی که ثواب و اجر بسیار زیاد صدقات را میبینه. یعنی کس است بسیار زیاد، یعنی اونجا خوش است به مو انفاق و چی، خود فوراً ارزو میکنه که امی چشمش که بسته شوه اینجا و اونجا باز شوه و ای را ببینه امی اجر و ثواب و عظمت عمل بزرگ. میگه که کاش که کمی مهلت می بود که ما می کارا می کردیم، ما ای کارا می کردیم، صدقه می دادیم. این مردم در نتیجه صدقه صالحین شده و ما هم چی می شدیم؟ از جمله صالحان می بودیم. یعنی را انسان پس از مرگ تمنا می کنه، پس از مرگ. فلهذا کسایی که به قید حیات هستند، فی الحال زنده هستند و بدو پای روان هستند، می روان، چرا از این استفاده نمی کنه؟ و شیطان برش میگه که نه مصرف نکو، پولت کم میشه، کم میشه، فیسی بچه هم است، فهمیدی؟ و کالای زمستانی لکس هم برش صحیح سوم برش بگیر، از این زیاد هم داری، او را مصرف کو، فهمیدی؟ او را مصرف کو. این طور تصور نکو که با جمع کرده میرم. کسی که جمع کرده از بسیاری مردم مانده، خانه را که امی روز که خانه جور شده اجی سب رخصت شده، حتی امو کلیشم چی نکرده، واز نکرده. فلهذا عزیزان گرامی، یعنی قرآن کریم که تحرید میکنه و تشویق میکنه، خو یک چیزی خواست نی بایی خو ایمان داره. از مردم که پول از جیبش میبره دلش هم میبره و این خیاط هم همی جیبه را همینجا جور میکنه، کوی طرف جور بکنه، فهمیدی؟ دلش میبره. کمی انفاق و این عادت بتن با نسل چی، همیشه ما و شما منتظر دیگرها هستیم. این دیگرها با ما چا جور بکنه و دیگرها با ما مدرسه جور کنه، دیگرها با ما ای کار بکنه او کار بکنه، کلینیک جور کنه و این صفایی رم دیگرها با ما بکنه، سب دیگرها بکنه. برنج روغن و مو پیکیجای چی صورت چی میبره؟ فود پیکیج، او از دیگرها بیایه. یعنی ما و شما خود دیگرها هستیم، این چی گپ شده؟ فهمیدی؟ گذشتگان ما یعنی این قسمی نبوده. از امی هجرت ها و چیزا که یک تأثیری چی که کرد، امی است ما را چی عادت کرده؟ بس بگیریم یکی بتیم، هی بسیار کم شده. فهمیدی؟ گرفتن زیاد است و دادن کم. ما چی خواندیم دمی ترکیه کدام بانک است بسیار وقت تاسیس شده، یعنی در در اواخر خلافت افغانه ده او باقاعده بسیار سهم کلان داره و امی مردم عام میگه عالم اونجا مو چیش بسیار مو سرمایه که مانده بود و هر چیزی که بود بسیار رشد کرده و چی کرده. و در مدینه منوره یک وقف به نام حضرت عثمان رضی الله عنه است. امی طور میگه بامو در بانک چیم داره، اکاونتم داره، در مو چی میشه، یعنی قسم است. و ما و شما در تاریخ اسلامی مثالا را داریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک باری آیت را خواند: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثير. یک صحابی به نام ابو دحدح بود: یا رسول الله، الله تعالی از ما قرض میخواه. من ذا الذي، گفت که بله، الله تعالی فرموده
او گفت که یا رسول الله در امی کل دارایی ما یک بهترین باغ داریم، در او 600 نهال درخت است و ای را ما به الله تعالی قرض داده، به الله تعالی قرض داده. همون مجلس و در خانه آمد و بیرون از خانه به خانم خود گفت الدحداح، یا الدحداح برای که ای را ما قرض دادیم. و آدم چی قسم قرض داریم؟ خانه چی قرض دادیم برای. از اونجا کشید به کی قرض دادی؟ آیت را خواندو که رسول الله صلی الله علیه و امروز در مجلس ای فرموده بود، او خو مؤمنه بود، بهترین قرض دادی، بهترین معامله کردی. ای طور نگفت که علی دایی شب ما کجا بریم، ای طفلا را ببینی، زمستان را ببینی، فلان را ببینی، ای را نگفت، بهترین قرض دادی. عزیزان گرامی، ای امیطور قصه ها نیست، امیطور شده ای در تاریخ اسلام. الله رب العالمین به ما و شما توفیق عمل نصیب کنه. ما و شما در ختم جلسه 16 194 کلمه را یاد گرفتیم که در قرآن کریم 38531 بار آمده، یعنی نزدیک و یعنی 39000 کلمه را قرآنی را ما و شما یاد گرفتیم. الله تعالی مزید توفیق به ما و شما نصیب فرماید.